همزمان با افزایش احتمالی حمله ایالات متحده بر ایران، دونالد ترامپ رئیس جمهور امریکا در سخنرانی خود در ایالت آیووا گفته یک ناوگون عظیم دیگری به سمت ایران در حرکت است. وی افزوده که امیدوار است با رسیدن این کشتی با ایران به توافق نهایی برسد. همین حالا یک ناوگان زیبای بزرگ جنگی دیگر در حال حرکت به سمت ایران است. خیلی زیبا در حال حرکت است. امیدوارم با ایران به توافق برسیم. در ارتباط با همین موضوع، بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل در نشست خبری روز سه‌شنبه در هشدار بر ایران گفت که اگر تهران مرتکب اشتباه شود و بخواهد به اسرائیل حمله کند، پاسخ قوی دریافت خواهد کرد. میخواهم با شما مردم اسرائیل بگویم که ما در جنگ به دستاوردهای بزرگ رسیدیم. ضربه‌های سنگین به ایران وارد کردیم و بر شاخه تروریستی ایران سخت ضربه زدیم. محور ایرانی تلاش میکند که خود را بازسازی کند، اما ما اجازه این کار را برایشان نمیدهیم. اگر ایران بخواهد به اسرائیل حمله کند، ما به شدت پاسخ خواهیم داد که هنوز مانند آن را ندیدند. در این میان اما عباس عراقچی وزیر امور خارجه ایران به رسانه‌ها گفته است که در روزهای پسین گفتگوی با نماینده ویژه امریکا در امور خاورمیانه استیو ویتکاف انجام نشده است. او افزوده که هیچ درخواست مذاکره از سوی ایران مطرح نشده است. عراقچی تاکید کرد که احترام متقابل باید وجود داشته باشد و هیچ کس نمیتواند از طریق اقدام‌های یک طرفه در یک موضوع پیشرفت کند. عراقچی همچنان نگرانی‌های امارات متحده عربی و عربستان سعودی را موجه دانست و گفت که هر تهدید علیه ایران تهدیدی برای کل منطقه خواهد بود. در همین حال هاکان فیدان وزیر خارجه ترکیه هشدار داده است که حمله بر ایران اشتباه است. حمله بر ایران اشتباه است. ایران آماده است که در مورد پرونده هسته‌ای با آمریکا مذاکره کند. در همین حال بدر عبدالعاطی وزیر امور خارجه مصر در دو تماس جداگانه با استیو ویتکاف فرستاده ویژه امریکا برای صلح خاورمیانه درباره آخرین تحولات در خاورمیانه رایزنی کردند.